از پشت خط صدای دختری می اومد که با ترس زنگ زده بود به 911. اپراتور مدام بهش میگفت آروم باشه و بگه چه اتفاقی افتاده. اما پشت خط یه صدای دیگه‌ای هم بود. فریاد یه مردی که داشت کمک می‌خواست. سلام، من شیمام، به شیم کرایم خوش اومدین. مارک هام یکی از حومه‌های آروم و مرفه‌نشین تورنتو تو استان اونتاریو کاناداست. خیابوناش ساکتن، خونه‌هاش ترتمیزن و وقتی از بیرون نگاش می‌کنی همه چی شبیه یه زندگی ایدئاله. انگار جاییه که همه آدما آرزوشونه توش زندگی کنن. جایی که امنیت و آرامش و زندگی عادی جزوی از روزمره‌شونه. خانواده پن تو همین محله زندگی می‌کردن. هن پن و بیگ پن جفتشون تو ویتنام به دنیا اومده بودن و هر دوشون سالها قبل پناهنده شده بودن به کانادا. بعدش تو تورنتو همدیگر رو پیدا کردن، عاشق شدن، ازدواج کردن و بعدم رفتن تو اسکاربرو خونه گرفتن. سال 1986 دخترشون جنیفر به دنیا اومد و 3 سال بعدم پسرشون فیلیکس. هم توی کارخونه قطعه سازی ماشین کار میکرد و قالبساز صنعتی بود. بیک هم همونجا کار میکرد و با هم دیگه همکار بودن. 2 مهاجر که از صفر شروع کرده بودن و هر روز ساعتهای طولانی کار میکردن که بتونن زندگیشونو بسازن. نه فقط برای خودشون، برای اینکه بچه‌هاشون بتونن فرصتهایی داشته باشن که خودشون هیچ وقت نداشتن. و آخرش بالاخره تلاششون نتیجه داد. سال 2004 خانواده پن تونستن همون خونه‌ای رو که همیشه آرزوشون بود بخرن. یه خونه‌ای تو همون منطقه مارک هام. بیک یه لکسوس داشت و هنم یه مرسدس بنز. از بیرون اونا یه خانواده مهاجر موفق به نظر می اومدن. یه خونه قشنگ و ماشینای لوکس داشتن و بچه‌هاشون هم مؤدب و سر به راه بودن. یه جور امریکن دریم یا رویای آمریکایی ولی ورژن کاناداییش. اما یه چیزی درباره این خانواده وجود داشت که هیچ کس نمیدونست. هن و بیک از اون مدل پدر مادرایی بودن که همیشه میخوان بچه‌هاشون رو کنترل کنن. ازشون انتظارایی داشتن که هیچ وقت تمومی نداشت. ازشون میخواستن تو همه چی بهترین باشن. دقت کنین که نه فقط خوب، بهترین، حتی بهتر از خودشون. فیلیکس مهندسی مکانیک میخوند و بیشترش هم به خاطر این بود که باباش این رشته رو براش انتخاب کرده بود. چون دوست داشت پسرش به جای ساختن قطعه‌های ماشین خودش ماشین طراحی کنه. جنیفر هم از 4 سالگی پیانو کار میکرد. تو گروه موسیقی مدرسه‌شون فلوت میزد و عاشق اسکیت بازی بود. انقدر این کارو دوست داشت که شرکت کردن تو المپیک واسش آرزو شده بود. مردم فکر میکردن که جنیفر و فیلیکس بچه‌های نمونه‌ای هستن که هر پدر مادری آرزوشونو داره. تا اینکه یه روز جنیفر رباط زانوش پاره شد و آسیب دید و این آسیب باعث شد مجبور بشه که رویای المپیکو واسه همیشه بذاره کنار. جنیفر پن اون دانش آموز نمونه‌ای نبود که همه فکر می‌کردن. در واقع سالها داشت به پدر مادرش دروغ میگفت. دروغی که هر سال بزرگ و بزرگتر میشد. تا جایی که سال 2010 زندگی این خانواده واسه همیشه از هم پاشید. یه شب معمولی تو 8 نوامبر 2010 هم طبق معمول ساعت 8:30 شب رفت تو اتاقش که یه روزنامه به زبون ویتنامی بخونه و بعدش هم بخوابه. بیکم بیرون خونه بود و با یکی از دوستاش رفته بود به یه مراسم رقص. حدودای ساعت 9:30 برگشت خونه. لباس خوابشو پوشید و رفت پذیرایی طبقه پایین که بشینه تلویزیون نگاه کنه. فیلیکس هم اون شب خونه نبود به خاطر اینکه دانشجو بود و کلا تو خوابگاه زندگی میکرد. نزدیکای ساعت 10 شب یهو چند نفر غریبه وارد خونه‌شون شدن. یکیشون رفت طبقه بالا که هنو پیدا کنه. بعدش پدر مادر جنیفر رو بردن طبقه پایین و به هر دوشون شلیک کردن. همون لحظه جنیفر زنگ زد به 911. توی اون تماس صداش خیلی ترسیده و نگران بود. به اپراتور گفت نمیدونه یهو چه اتفاقی افتاده، ولی بستنش و بعدم به پدر مادرش تیراندازی کردن. پشت خط صدای داد زدن یه مردی می اومد. اون مرد باباش هن بود. اون شب به کتف و صورتش گلوله خورد و از هوش رفت. ولی وقتی به هوش اومد دید زنش کنارش افتاده رو زمین و متاسفانه جونش رو از دست داده. هن با همه انرژی و توانی که براش مونده بود داشت فریاد میکشید. What? Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad?
هن به سختی خودشو کشون از خونه آورد بیرون. همون لحظه جلوی در یکی از همسایه‌هاش که داشت میرفت سر کار دیدش. یه مرد با لباسای خونی که داشت داد میزد و کمک میخواست. همسایه‌اش تا وضعیتشو دید سریع زنگ زد به 911. چند دقیقه بعد پلیس و آمبولانس با هم رسیدن اونجا و هنو که گلوله‌ها خورده بودن به شونه و صورتش بردن بیمارستان و فرستادنش به یک کمای مصنوعی. یعنی اومدن با دارو چند روز بیهوشش کردن که شانس زنده موندنش بیشتر بشه. هیچکی نمیدونست اون شب تو اون خونه چی گذشته به جز یه نفر و اون آدم جنیفر بود. پلیس همون شب ازش بازجویی کرد. داستانی که جنیفر تعریف میکرد این بود که یهو چند نفر مرد غریبه وارد خونه‌شون شدن و داشتن دنبال پول میگشتن. اونو کنار نرده راپله بستن، پدر مادرشو بردن طبقه پایین و بهشون شلیک کردن. حتی یه سری جزئیاتی هم به پلیسا گفت یکی از اون مهاجما موهای دردلاک داشته و یه قسمت از اسلحه‌اش مثلثی شکل و مشکی بوده. یکی دیگه‌شون هم بهش گفته بوده بره پولاشو بیاره و باید باشون همکاری کنه. مامانش داشته التماس میکرده که بهشون آسیب نزنن. کیفشو نشون داده بوده و گفته بوده پولاشو از اونجا بردارن. But from what you've told me inside the house, the only thing that you hear them saying to you is they're looking for money. They're not looking for a specific quantity of money? No. So you're telling me that you had no involvement in what happened. You're not involved in this any which way. داستانش تو نگاه اول منطقی به نظر می اومد. اما یه سوالی از همون اول ذهن پلیس رو درگیر کرده بود که اگه دستای جنیفر واقعا بسته بوده پس چجوری تونسته زنگ بزنه به 911؟ این مسئله باعث شد 2 روز بعد دوباره ازش بازجویی کنن. پلیسا بردنش سر صحنه جرم و ازش خواستن که نشون بده چجوری بسته شده بوده و در واقع اون وضعیت رو براشون بازسازی کنه. جنیفر گفت دستاشو بسته بودن پشتش. بعد بردنش کنار راپله و بازوشو بستن به نرده که نتونه از جاش تکون بخوره. ادعا میکرد گوشیشو تو کش شلوارش قایم کرده بوده. بعد اینکه اون جنایتکارا از خونه میرن بیرون، بدنشو میچرخونه، گوشیشو میاره بیرون و با همون دستای بسته شماره 911 رو میگیره. و چون نمیتونسته گوشی رو ببره کنار گوشش، صدای اسپیکر رو تا آخر زیاد میکنه و بعدم با فریاد شروع میکنه با اپراتور حرف زدن. 7 روز بعد مراسم خاکسپاری مامانش توی کلیسایی تو اسکاربرو برگزار شد و تو همون روزا بود که پلیس واسه اولین بار فهمید جنیفر یه جوری رفتار میکنه که با داستانی که تعریف کرده اصلا جور در نمیاد. طبق داستان خودش چند نفر مرد غریبه اومدن تو خونه‌شون و بعدم جلوی چشمش به پدر مادرش شلیک کردن. خب انتظار میرفت دختری که یه همچین چیزی رو تجربه کرده از نظر روحی خیلی به هم ریخته و ناراحت باشه. درسته که هر آدمی غم و سوگواریشو یه جوری نشون میده، ولی وقتی یکی تقریبا هیچ واکنش احساسی نداره خیلی طبیعیه که دور و بریاش تعجب کنن. خلاصه که خیلی زود هم آشناهای جنیفر هم پلیس به این نتیجه رسیدن که یه چیزی تو این داستان درست نیست. مامورا شروع کردن زیر نظر گرفتنش. تقریبا همیشه یه نفر از دور تعقیبش میکرد که ببینه داره چی کار میکنه. از طرفی هم قضیه فقط رفتار جنیفر نبود. صحنه جرمم از همون اول داستان یه مدلی بود که با دزدی از خونه اصلا جور در نمیومد. و اگه براتون سواله که چرا، باید بگم چون سوئیچ لکسوسشون هنوز رو پیشخون آشپزخونه مونده بود و یه جوری که کاملا در معرض دید بود. چجوری میشه کسی که برای دزدی رفته اونجا ماشینشون رو ندزدیده باشه؟ حتی همه وسیله‌های با ارزش و جواهراتشون دست نخورده سر جاشون بودن. پلیس حتی یکم پولم تو خونهشون پیدا کرد. و عجیب‌تر از همه این بود که در ورودی خونه سالم بود. یعنی اون آدما از هیچ وسیله‌ای برای شکستن قفل در استفاده نکرده بودن و انگار از قبل میدونستن که در ورودی قرار باز باشه. این جای پرونده یه سوال مهم دیگه هم برای پلیس به وجود اومد. اینکه اگه هدف اون آدما از بین بردن همه شاهدا بود، پس چرا جنیفر رو زنده گذاشتن؟ Why would they leave you alone? Why would they not do the same to you? You can't answer that question. پلیسا خیلی به جنیفر مشکوک شده بودن و تمام تحقیقات پرونده داشت حول محور اون میچرخید. اما برای اینکه بفهمیم پلیس چیا کشف کرد، باید برگردیم به دوران بچگی جنیفر و خیلی عقب‌تر از شب 8 نوامبر. میریم سراغ سالایی که این دختر مؤدب و نمونه داشته همه چی رو به خانواده‌اش دروغ میگفته. مردم فکر میکردن جنیفر یه دانش آموز موفق و درس خونه. اما حقیقت این بود که داشت خیلی چیزا رو از هن و بیک قایم میکرد.
و وضعیت تحصیلیش یکی از بزرگتریناشون بود. با اینکه پدر مادرش فشار خیلی زیادی روش میذاشتن که نمره‌های عالی بگیره، ولی جنیفر معمولاً نمره‌های متوسط رو به پایین میگرفت. یعنی نه یه دانش آموز نمونه بود، نه یه شاگرد خیلی ضعیف. تنها چیزی که خیلی توش استعداد داشت و عاشقش بود موسیقی بود. اما واسه پدر مادرش معمولی بودن اصلا معنی نداشت. اونا انتظار داشتن تو همه درساش نمره‌های کامل بگیره. جنیفر تصمیم گرفت یه کاری بکنه که بعدها شد الگوی کل زندگیش. چیکار کرد؟ اومد کارنامه‌هاشو جعل کرد. نمره‌هاشو دستکاری میکرد و هن و بیک و گول میزد که همیشه بهترینه. بعد اینکه نمره‌های جنیفر شروع کرد به افت کردن، به جای اینکه به پدر مادرش راستشو بگه، تصمیم گرفت هر بار که کارنامه‌ای از سمت مدرسه میومد، قبل اینکه هن و بیک ببینن، برش داره و با یه نرم افزار نمره‌هاشو عوض کنه. بعدم میرفت اون نسخه تقلبی رو بهشون نشون میداد. اما اوضاع داشت هر روز بدتر میشد. جنیفر چند تا از درساشو افتاد. غیبتاش زیاد شد و در نهایت دیگه اجازه نداشت تحصیلشو تو اون مدرسه ادامه بده. به خاطر همین فرستادنش یه مدرسه دیگه. اما حتی اون موقع هم پدر مادرش از قضیه با خبر نشدن. یعنی میدونستن که مدرسهش عوض شده، اما جنیفر بهشون گفته بود که این یه انتقال عادیه و هیچ مشکلی وجود نداره. اونا فکر می‌کردن فقط یکم تو درساش افت کرده. اما نفهمیده بودن تمام کارنامه‌هایی که تا اون موقع نشونشون داده بود جعلیه. هن و بیک که فکر می‌کردن جنیفر تنبل شده، کنترلگریشون چند برابر شد. از اون به بعد هر روز خودشون پا می‌شدن میرفتن دم مدرسه دنبالش. مستقیم می‌بردنش خونه و همه کلاس‌های فوق برنامه‌ش هم زیر نظر می‌گرفتن. حتی نسبت به پسرا هم بیش از حد حساس شده بودن. می‌ترسیدن که دخترشون به خاطر علاقه به پسرا از درساش عقب بیفته. در حدی که به هیچ عنوان اجازه نداشت قرار عاشقونه بره یا وارد رابطه بشه یا حتی تو مراسم رقص مدرسه‌شون شرکت کنه. جنیفر کم کم داشت احساس می‌کرد تو خونه خودش حبس خانگیه. از یه طرف هم قسمت بزرگی از زندگیش رو دروغ بنا شده بود و حفظ کردن این شخصیت ساختگی فشار روانی سنگینی بهش می‌آورد. موقعی که رفت کلاس 11 همه چی عوض شد. با یه پسری آشنا شد به اسم دنیل وانگ. دنی یه سال از خودش بزرگتر بود. یه پسر شوخ و اجتماعی که عضو گروه موسیقی مدرسه بود. اون ترومپت میزد و جنیفر هم پیانو و فلوت. در واقع این موسیقی بود که باعث شد به هم نزدیک شن. سال 2003 مدرسهشون واسه اردو بردشون اروپا. جنیفر توی سالن کنسرت پر از بوی دود سیگار یهو بهش حمله شدید آسم دست داد. احساس میکرد نمیتونه نفس بکشه. نزدیک بود پنیک کنه که همون موقع دنی رفت پیشش. آرومش کرد و بهش کمک کرد که بتونه خودش رو کنترل کنه. بعد این قضیه جنیفر همیشه میگفتش که دنی اصلا مجبور نبود این کارو بکنه. ولی پیشش موند و جونش رو نجات داد. این رفتار دنی باعث شد خیلی عاشقش بشه و تابستون همون سال رابطه‌شون رو شروع کردن. رابطه‌ای که مجبور بودن از هن و بیک مخفیش کنن. تو همون دوره جنیفر پذیرش دانشگاه رایسون رو گرفته بود. اما سال آخر دبیرستان تو درس دیفرانسیل و انتگرال رد شد و اون دانشگاه هم پذیرشش رو لغو کرد. در واقع جنیفر هیچ وقت نتونست درسش رو تموم کنه و از دبیرستان فارغ التحصیل شه. اما به هیچ قیمتی حاضر نمیشد پدر مادرش این موضوع بفهمن. پس بازم دروغ گفت. بهشون گفت هنوزم قراره بره همون دانشگاه و واسه اینکه باورشون بشه یه نامه پذیرش جعلی درست کرد. هن و بیک هم باور کردن. باباش اینجوری بود که همیشه دوست داشت دخترش دکتر بشه. اما بعدن که فهمید روحیاتش اصلا به پزشکی نمیخوره، مجبورش کرد که بره رشته فارماکولوژی. جنیفر هم قبول کرد و بهشون گفت قراره اولش بره 2 سال دانشگاه رایسون درس بخونه. یعنی همون دانشگاهی که هیچ وقت توی ثبت نام نکرده بود و ردش کرده بودن. و بعدش بره دانشگاه تورنتو. واسه اینکه دروغش باورپذیرتر بشه، میرفت کتابای درسی میخرید. یا مثلا مستندای علمی نگاه میکرد و از روشون یادداشت برمی‌داشت. همیشه آماده بود که اگه پدر مادرش ازش سوالی بپرسن بتونه سریع جواب بده. با اینکه سنش رفته بود بالا و بزرگتر شده بود، اما برعکس بقیه دانشجوها هیچ وقت اجازه نداشت بره مهمونی یا زندگی معمولی یه دانشجو رو تجربه کنه. واسه اینکه بتونه خرج زندگیشو در بیاره هم 2 تا شغل داشت. پیانو تدریس میکرد و توی یه رستوران هم مشغول کار بود. تا اینکه 2 سال گذشت. پدر مادرش هنوزم فکر میکردن دانشجوی دانشگاه رایسونه. باباش رفت ازش پرسید که بالاخره قراره منتقلش کنن دانشگاه تورنتو یا نه. جنیفر هم گفت قراره بره اون دانشگاه، ولی از باباش خواست که بهش اجازه بده بره با دوستش تاپس زندگی کنه.
چون مثلا خونه دوستش تاپس به دانشگاه تورنتو نزدیکتر بود و رفت آمد و واسش راحت‌تر می‌کرد. هن و بیک هم قبول کردن، ولی جنیفر هیچ وقت نرفت با تاپس زندگی کنه. به جاش میرفت خونه دنیل میموند. حتی به پدر مادر دنی هم به دروغ گفته بود که پدر مادرش خبر دارن که اونجاست. جنیفر واسه اینکه از محدودیت‌هایی که واسش ساخته بودن فرار کنه، مجبور بود دروغ بگه که بتونه اون زندگی رو که خودش دلش می‌خواست داشته باشه. 2 سال دیگه هم همین جوری گذشت. پدر مادرش فکر می‌کردن دیگه 4 سال درس خونده و قرار فارغ التحصیل شه. جنیفر و دنی از تو اینترنت یکی رو پیدا کردن که یه مدرک جعلی واسش درست کنه. از اون ور رفت به هن و بیک گفت که دانشگاه گفته برای اینکه مراسم زیادی شلوغ نشه به هر دانشجو فقط یه دونه بلیط دادن و چون نمیخواد مجبور بشه بین پدر مادرش یکی رو انتخاب کنه اون بلیط رو داده به یکی از دوستاش. بعد دوباره الکی گفت که قراره داوطلبانه بره تو آزمایشگاه یه بیمارستانی کار کنه و چون باید شیفت شب وایسه بهتره بره پیش دوستش تاپس بمونه. ولی این دفعه هن و بیک دیدن که نه لباس فرم داره، نه کارت شناسایی مخصوص بیمارستان، نه کارت ورود به بیمارستان. از اینجا بود که آروم آروم بهش شک کردن. سر همینم یه روز تصمیم گرفتن که خودشون جنیفر رو ببرن محل کارش که ببینن اونجا دقیقاً چه خبره. جنیفر هم که حسابی ترسیده بود، رفت تو ساختمون بیمارستان و یه مدت طولانی تو قسمت اورژانس قایم شد که مطمئن بشه مام باباش از اونجا رفتن. بعد اون روز هن و بیک بازم شکشون از بین نرفت. فرداش زنگ زدن به دوستش تاپس ولی اونم بهشون گفتش که جنیفر اصلا پیش اون نیست. وقتی جنیفر برگشت خونه مام باباش شروع کردن پشت سر هم ازش سوال پرسیدن. یه جوری که انگار داشتن بازجوییش میکردن. و چون یه جورایی تقریبا گند قضیه در اومده بود و جنیفر هم به خاطر سالها دروغ گفتن از نظر روحی تحت فشار بود، مجبور شد به یه قسمت از دروغاش اعتراف کنه. گفت اصلا تو بیمارستان کار نمیکنه. تو دانشگاه تورنتو درس نخونده و هیچ وقت پیش دوستش تاپس نمیرفته و تو کل اون سالا همیشه میرفته پیش دنیل میمونده. اما گذاشت همچنان فکر کنن از دبیرستان فارغ التحصیل شده و 2 سالم تو دانشگاه رایسون درس خونده. هن و بیک خیلی عصبانی شده بودن. در این حد که موبایل و لپتاپش رو ازش گرفتن و مجبورش کردن که کارش تو رستوران رو ول کنه. ارتباطش هم کامل با دنی قطع کردن. از اون به بعد فقط بهش اجازه میدادن که برای تدریس پیانو از خونه بره بیرون. حتی کیلومتر شمار ماشینش هم چک میکردن که مطمئن بشن جای دیگه ای نرفته باشه. تو فوریه 2009 جنیفر رفت تو فیسبوکش نوشت که زندگی تو اون خونه واسش مثل زندان میمونه. اون وسط‌ها هم هر فرصتی گیرش میومد یواشکی میرفت دنیو میدید. حتی یه شب زیر پتوش کلی بالش چید که وانمود کنه خوابیده، در حالی که قایمکی رفته بود پیش دنیل. فردا صبحش مامانش پتوشو زد کنار و فهمید که جنیفر خونه نیست. دوباره عصبانی شد و محدودیتاشو بیشتر کرد. این دفعه باباش تهدیدش کرد که یا برو درستو بخون یا کلاً از این خونه برو بیرون. و خیلی واضح بهش گفت به هیچ عنوان دیگه حق نداره بره دنیو ببینه. بهش گفت اگه میخوای دنیو ببینی باید صبر کنی که من از این دنیا برم. از اونور دنیل هم از این وضعیت خیلی خسته شده بود. احساس میکرد زندگی جنیفر پر از دردسره و چون دیگه نمیتونست تحمل کنه باش کات کرد. این ضربه خیلی سنگینی برای جنیفر بود. احساس میکرد مام باباش باعث شدن اون کسی رو که واقعا دوست داشته از دست بده و اونا رو مقصر میدونست. چند وقت بعد فهمید که دنی رفته با یه دختری به اسم کریستین دوست شده. این موضوع حسادت و عصبانیتش رو بیشتر کرد و یه کارایی انجام داد که خیلی ترسناک بودن. مثلا به دروغ رفت به دنی گفتش که 3 تا مرد غریبه به خونه‌شون حمله کردن. یا الکی بهش گفت یه پاکت پستی واسش اومده که یه گلوله توش بوده و از طرف کریستین هم فرستاده شده. گفت دوست دخترت این کارو کرده که منو بترسونه که ازت فاصله بگیرم. خب آدمی که از نظر روحی سالم باشه هیچ وقت این کارا رو نمیکنه. ولی جنیفر دیگه زده بود به سیم آخر. تو بهار 2010 جنیفر با یکی از دوستای قدیمیش به اسم اندرو که مدت‌ها بود باش ارتباط نداشت دوباره صمیمی شد. اندرو بهش گفت قبلاً به قتل پدرش فکر می‌کرده. این جملهش انگار باعث شد که یه جرقه‌ای تو ذهن جنیفر روشن شه. این فکر اومد تو سرش که اگه مام بابای سختگیرش و مخصوصاً باباش دیگه نباشن زندگیش خیلی بهتر میشه. اندرو جنیفر رو به یکی از دوستاش به اسم ریکاردو دانکن معرفی کرد. با هم نقشه کشیدن که دانکن بره تو پارکینگ محل کار باباش و اونو به قتل برسونه. جنیفر هم از رو اون پولی که با تدریس پیانو درآورده بود $1500 بهش داد. ولی دانکن اون پولو گرفت و هیچ کاری نکرد. آخرش معلوم شد که سر جنیفر کلا رفته و دیگه دنباله این نقشه رو نگرفت. بعدها دانکن گفت این پیشنهاد رو قبول نکرده بوده.
و اون $1500 بدهی قبلیش بود و هیچ ربطی هم به قتل نداشته. چند وقت بعد جنیفر و دنی دوباره با هم ارتباط گرفتن. جنیفر هنوز فکر قتل باباشو کامل از سرش بیرون نکرده بود. آخرش دوتایی تصمیم گرفتن که نه فقط هنو، پدر و مادرشو با هم از بین ببرن. رفتن یه نقشه دقیق و مفصل کشیدن که چند تا جنایتکار اجیر کنن، اونا وارد خونه بشن و این کار رو انجام بدن. یکی از هدفهای جنیفر این بود که هن و بیک از دنیا برن که پول ارث و بیمه عمرشون رو بگیره. مبلغ ارث حدود $500,000 بود و با دنی قرار گذاشته بودن که با این پول واسه خودشون یه زندگی جدید بسازن. واسه هماهنگ کردن برنامه‌ها دنی آیفون به جنیفر داد که ازش فقط واسه ارتباطات مربوط به نقشه‌شون استفاده می‌کردن. یه گوشی دیگه هم داشت که قبضش و مام باباش پرداخت می‌کردن و فقط واسه استفاده روزمره و عادیش بود. I had an iPhone that You had an iPhone? I kept in my room that my parents didn't know about. Because my brother, I had one that Daniel gave me earlier, but it broke. So I just kept it for phone calls and I kept it hidden. And where دنی جنیفر رو با یه پسری به اسم لنفورد کرافورد آشنا کرد. لنفورد میگفت واسه همچین کارایی معمولاً حدود $20,000 میگیره، ولی چون اونا آشنان با پارتی بازی حاضر با $10,000 هم انجامش بده. جنیفر هم از خدا خواسته قبول کرد. ستایی با هم تصمیم گرفتن که تاریخ اجرای نقشه‌شون 8 نوامبر باشه. چند روز بعد 2 نفر دیگه هم به برنامه اضافه شدن. اسمشون دیوید و اریک بود. حالا که جزئیات زندگی خانواده پنو فهمیدیم، برمیگردیم به شب حادثه، یعنی 8 نوامبر 2010. همونجور که بهتون گفتم اون شب هن داشت تو اتاقش روزنامه میخوند و بیکم بیرون خونه بود. جنیفر داشت تو اتاقش تلویزیون نگاه میکرد که حدودای ساعت 9:30 شب دیوید بهش زنگ زد و چند دقیقه با هم حرف زدن. تو اون مدت مامانش هم برگشته بود خونه. جنیفر رفت طبقه پایین. به مامانش که داشت تلویزیون نگاه میکرد شب بخیر گفت. بعدم رفت سمت در ورودی و یواشکی قفل در رو باز کرد. بعدش رفت طبقه بالا تو اتاقش. ساعت 10 شب چند بار چراغ اتاقش رو روشن خاموش کرد که در واقع داشت به بقیه علامت میداد که وقتشه بیان تو. 5 دقیقه بعد جنیفر و دیوید دوباره تلفنی با هم حرف زدن. جنیفر توی یکی از مسیجاش نوشته بود VIP access، یعنی حالا دیگه به خونم دسترسی دارین. لنفورد، دیوید و اریک از در ورودی که جنیفر قبلا باز گذاشته بود اومدن تو خونه. یکیشون رفت طبقه بالا که هنو بیاره پایین. اریک هم رفت طبقه بالا که جنیفر رو پیدا کنه. جنیفر بعدها به پلیس گفته بود که تو اتاقش نشسته بود که یهو صدای قدمای آدمای غریبه رو شنیده. گفته بود مجبورش کردن خونه رو بگرده و هر چی پول داره ببره بده بهشون. و جنیفر هم $2,500 از پول خودش و $1,100 دیگه که تو میز کنار تخت مامانش بود و داد بهشون. بعدش ادعا کرده بود که بردنش طبقه بالا. دستاشو با بند کفش بستن پشتش و بازوش هم بستن به نرده راپله. میگفت مامان باباش اون موقع خیلی گیج و ترسیده بودن و به اون مردا التماس میکردن که به دخترشون آسیب نزنن. اونا هم قول داده بودن که با دخترشون کاری ندارن. بعدم که هن و بیکو بردن طبقه پایین و بهشون شلیک کردن. بعدم که جنیفر زنگ زده بود به 911. ولی پلیس همون شب وقتی تماس ضبط شده 911 رو گوش کرد، رفت از جنیفر بازجویی کرد. و تنها چیزی که میدونستن همون داستانی بود که جنیفر براشون تعریف کرده بود. ولی پلیس چند تا سوال مهم بدون جواب داشت. اینکه جنیفر چجوری با دستای بسته زنگ زده بوده به 911. اگه اون مردا واسه دزدی اومده بودن، پس چرا به سویچ لکسوس دست نزدن؟ چرا قفل در شکسته نشده بود؟ و چرا جنیفر رو زنده گذاشتن؟ you didn't hear a doorbell, you didn't hear a door knock, you didn't hear a door kicked in, you didn't hear... I said I was watching No, TV on the phone. but- I don't know how. It's very confusing. 3 روز بعد از اون حادثه باباش از کما اومد بیرون. وضعیتش خیلی وخیم بود. صورتش کبود شده بود و استخونای کتفش شکسته بودن. چند تا تیکه از گلوله تو صورتش مونده بود و استخون گردنش هم شدیداً آسیب دیده بود. اما با وجود تمام این زخم‌ها و جراحت‌ها به طرز عجیبی تمام اتفاقای اون شب و یادش بود. و چیزایی که تعریف کرد با داستانی که جنیفر به پلیسا گفته بود خیلی فرق داشت. در واقع حرفای هنپن یکی از کلیدی ترین مدرک‌های این پرونده است. به مامورا گفت وقتی اون مردا تو خونشون بودن، جنیفر رو دیده که داشته با یکیشون حرف می‌زده. جوری که انگار با هم دوستن.
گفت اصلا دستای دخترش باز بوده و به نرده‌های راپلم نبسته بودنش و اینکه جنیفر داشته راحت تو خونه راه میرفته و کنار اون آدما بوده. پلیس واسه سومین بار جنیفر رو بازجویی کرد. اما این دفعه بازجوییش 10 ساعت طول کشید. تو اون بازجویی مامورا شروع کردن آروم آروم تقصیرا رو بندازن گردن جنیفر که ببینن واکنشش چیه. Generally, random events are not, in most cases, random. There's a rhyme or reason why they've come to your house. جنیفر هم تا 5-6 ساعت اول همه چی رو انکار کرد ولی بالاخره یه جا شکست. اعتراف کرد که به پلیس دروغ گفته اما بازم همه حقیقت رو لو نداد. گفت از زندگیش ناراضی بود و افسردگی گرفته بود و حس می‌کرد تو خونه‌شون زندانیه. برای همین چند نفر رو اجیر کرد که وارد خونه بشن و جونشو بگیرن. ولی اون مردا اشتباهی رفتن سراغ مامان باباش. And again, we're back to the fact that you admittedly lied. Okay, not to me. You've lied to your parents about going to school. Who's to say this whole thing isn't a lie? Because if you are lying, it's the most cold-blooded thing that I've ever faced in my life. بعد این حرفاش پلیس سریع دستگیرش کرد و شروع کردن به تحقیقات. رفتن سراغ سابقه تماس‌های تلفنیش، مسیجاش و کلاً هر اطلاعاتی که میتونستن رو جمع کردن و تونستن هویت تمام آدمایی که به این قضیه ربط داشتن رو پیدا کنن. جنیفر سیم کارتش رو انداخته بود دور ولی هنوز کلی اطلاعات مهم تو آیفونش مونده بود. پلیس هم با کمک این اطلاعات رفت تک تک اون آدما رو بازداشت کرد. At the end of the day, I love my parents and I chose to be with them. And if I wanted to, I could have just left, but I didn't. I wanted to stay with them and take care of them. So this wasn't some evil plot that you thought up to... Oh my God, no. 19 مارس 2014 دادگاه جنیفر شروع شد و تقریباً 10 ماه هم طول کشید. یه سری مسیجایی وجود داشت که نشون میداد برای اجرای نقشش با اون مردا ارتباط داشته. تنها دفاعی هم که براش مونده بود این بود که وانمود کنه اون آدما رو به دلیل دیگه‌ای استخدام کرده. حتی ادعا کرد که سعی کرده نقشه رو کنسل کنه ولی اونا قبول نکردن. وکیلاش میخواستن اینجوری نشون بدن که اون مجبور بوده به اون آدما پول بده که حمله اون شب رو کنسل کنه. اما خب خوشبختانه دفاعشون رد شد. چون مدرک‌های پلیس نشون میداد فقط تو همون یه روز بیشتر از 100 تا مسیج بین جنیفر و دنی و بقیه رد و بدل شده. مسیجایی که دقیقاً راجع به نقشه‌شون برای به قتل رسوندن پدر و مادرش بودن. وکیلاش بازم سعی کردن جرمی که انجام داده بود و توجیه کنن و بگن چون جنیفر سالها تحت فشار روانی پدر مادر سختگیرش بوده دیگه نتونسته تحمل کنه و احساس کرده به جز این دیگه هیچ راهی نداره. اما این استدلال هم دادگاه رو قانع نکرد. حتی باباش هم رفت تو دادگاه بر علیهش شهادت داد و هر چی که اون شب دیده بود و تعریف کرد. گفت اون مردا خودش و زنش رو کتک می‌زدن اما با جنیفر کاری نداشتن. دستاش بسته نبوده و مثل مامان باباش نترسیده بوده. گفت حتی لحن حرف زدنش با اون مردام کاملا دوستانه و طبیعی بوده. در نهایت تو 13 دسامبر 2014 دادگاه همه آدمای اصلی این پرونده رو مجرم اعلام کرد. یعنی جنیفر، دنی، دیوید و لنفورد. به همشون هم حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط تا 25 سال دادن. یعنی احتمال داره تا آخر عمرشون تو زندان بمونن. اما نفر آخر یعنی اریک هنوز مونده بود. اونم همراه بقیه محاکمه شد اما خب به خاطر مریض شدن وکیلش دادگاهش افتاد عقب و تو سال 2015 با یه توافق قضایی به جرمش اعتراف کرد و تو مجازاتش بهش تخفیف دادن. اریک هم در نهایت به 18 سال زندان محکوم شد. بابای جنیفر و داداشش فیلیکس از دادگاه خواستن که یه حکم محافظتی بهشون بده. حکمی که طبق اون جنیفر هیچ وقت اجازه نداشت باشون تماسی داشته باشه. قاضی این درخواست رو قبول کرد. از اون به بعد جنیفر دیگه نه حق داشت با باباش حرف بزنه، نه با داداشش و نه حتی با دنی. این اتفاق کل زندگی پدرش رو عوض کرد. جوری که دیگه هیچ وقت آدم سابق نشد. به خاطر آسیبایی که اون شب دیده بود دیگه نمیتونست کار کنه و افسردگی گرفته بود. حتی نمیتونست بخوابه و موقعی هم که خوابش میبرد پشت سر هم کابوس میدید. دور و بریاش میگفتن که بعد اون اتفاق دیگه هیچ وقت نتونسته زندگی عادی داشته باشه. درجه استرسش انقدر شدید بود که حتی انجام دادن کارهای روزمره هم واسش سخت شده بود. با همه اینا هنپن گفت امیدواره یه روز دخترش بفهمه چی کار کرده و بتونه به یه آدم شایسته تبدیل بشه. داداشش فیلیکس هم بعد همه این اتفاقا کلاً از خانواده‌اش جدا شد. رفت ساحل شرقی کانادا و همه چی رو از نو شروع کرد.
جنیفر تا قبل از اینکه بتونه درخواست آزادی مشروط بده 49 سالش میشه. اما احتمال اینکه آزادش کنن خیلی کمه. دنی و دیوید و لنفورد هم تو زندانهای مختلفی نگهداری میشن. اما اریک هیچ وقت حکمشو کامل نگذروند و سال 2018 تو سلول خودش از دنیا رفت. پرونده جنیفر پن انقدر عجیب و پر سر و صدا بود که تو سال 2024 نتفلیکس اومد یه مستندی ازش ساخت به اسم What Jennifer Did. پوسترش رو براتون میذارم اینجا که اگه دوست داشتین برین ببینینش. به نظرم اگه جنیفر به جای اینکه سالهای زندگی جعلی واسه خودش بسازه و مدام به بقیه دروغ بگه، یک بار شجاعت اینو پیدا میکرد که به مامان باباش و بقیه راستشو بگه، هیچ وقت پاش به یه پرونده جنایی باز نمیشد. ممکن بود آبروش بره یا اینکه مثلا تصویری که از خودش تو ذهن بقیه ساخته بود خراب شه. ولی بعدش میتونست مسیرش رو از خانواده‌اش جدا کنه و تنهایی بر زندگیشو بسازه. به نظرم اگه این کارو میکرد دیگه نمیرفت به سمت اینکه بخواد یه همچین نقشه شیطانی بکشه. شما چی فکر میکنین؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً یادتون نره که لایکش کنین و نظرتون هم واسم بنویسین. اگر هم دوست دارین که پرونده های بیشتری رو از من بشنوین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم بزنین. مرسی که تا اینجا نگاه کردین و تو ویدیوی هفته بعد میبینمتون. مراقب خودتون باشین. و حفظ کردن این شخصیت ساختگی. جنیفر هم گفت قراره بره اون دانشگاه. اومد بیرون.